بزرگترین سرمایه جوان دل پاک و نورانی اوست. عزیزان من، از این دل نورانی استفاده کنید، با خدای متعال رابطتون رو مستحکم کنید. اگر جوان که آمادگی دارد بتواند با خشوع، با ذکر، با تضرع، با توسل دل خود را با خدای متعال آشنا کنه، همان چیزی خواهد شد که مصداق نور علی نور است. نور معرفت الهی به دلهای شما خواهد تابید. از گناه دوری کردن، با خدا انس گرفتن، نماز را مغتنم شمردن، یکی از بزرگترین نعمتهای خدا نماز است. این نماز به ما این فرصت رو میدهد که هر روزی چند بار ناگزیر با خدای خودمون حرف بزنیم، با خدای متعال تخاطب کنیم، از او کمک بخواهیم، با او عرض نیاز کنیم، سرسپردگی خودمون به ساحت ربوبی را با این تضرع، با این نیاز تقویت کنیم.